سلام، چقدر خوب شد اومدی. با همین تا امروز در مورد عشق به خود صحبت کنیم. هر کس حتی اگه یک بار علاقه رو لمس کرده باشه متوجه میشه که چقدر شیرین و چقدر دنبالش میگرده. کسی که عاشق زیبا میشه به چشم خودش، به چشم دیگران، بی‌وقفه لبخند میزنه، سرشار از حس زندگیه و حتی دنیا رو رنگی تر میبینه. عشق مثل توانایی نفس کشیدنه. بودنش واجبه. ولی هیچ میدونی خوبه از کجا شروع بشه؟ از عشق و علاقه به خود. یک فرد تا نتونه عاشق خودش باشه انگار تا به حال زنده نبوده. هممون میدونیم عشقی که به دیگران ابراز میکنیم به چه صورته. اما به خودمون که میرسیم یکم گنگ و نامفهوم میشه. ازتون میخوام اینجوری تصور کنید. خود آیندهتون میاد و یه بچه کیوت میده به شما و میگه ازش مراقبت کن تا برگردم و زمانی هم معین نمیکنه. شما برای اون بچه چی کار میکنید؟ مواظب تغذیه‌اش هستین، براش کتاب میخونین، از آرزوهاش حمایت میکنین، باهاش ورزش میکنین. وقتی ناراحت آرومش میکنید و اینجور کارهای قشنگ. اون کودک نماد کودک درونتون بود. ازتون میخوام از همین لحظه به خودتون نگاه کنید. خودتون رو ببینید. اصلا بلند شید برید جلوی آینه و جدی و با احساس به خودتون بگین من خودم رو دوست دارم. هر فکر منفی هم اومد در جواب بهش بگید من خودم رو دوست دارم. به خودتون متعهد بشید. منم امتحان کردم. شاید اولش زورکی به نظر بیاد. ولی به مرور با پررنگ شدن باورش همه چی حل میشه و معجزه ها خودشون رو نشون میدن. به قول یک کتابی با دوست داشتن خود به طور طبیعی خواهیم درخشید. اجازه بدین که عشق به خودتون بروز پیدا کنه تا جهان عاشق شما بشه. چرا؟ چون همه چیز از رابطه ما با خودمون شروع میشه و ارزشمندی رو درون خودمون پیدا میکنیم، نه در تایید دیگران. اگه میخواین تمرین رو شروع کنی همین حالا توی کامنت ها بنویس من خودم رو دوست دارم. یادت باشه ما تنها نیستیم چون با همیم. خدا نگهدار.